بچه‌ها من هالیوود همین الان یهویی We're all made in Hollywood. Fake loving and hating on silver screens, believing everything we come to see. Go outside, it feels so good. We're loving and hating and making scenes. Now we just see everything we believe. We just see everything. We just see everything we believe. We just see everything we believe. We just see everything. We just see everything we believe. We just see everything. You seem so rehearsed, but do you really care? I always feel like you never. خب این از درون شهر هالیوود هنوز به اون خیابون معروفش نرسیدیم، کوهش و اینا، ولی اینجا جزء شهر هالیووده که زیر مجموعه لس آنجلسه. I don't wanna sleep, thinking about everything we could be. Let's just see what comes to be. She said we're all made in Hollywood. Fake loving and hating on silver screens, believing everything we come to see. Go outside, it feels so good. We're loving and hating and making scenes. Now we just see everything we believe. We just see everything. We just see, we just see, we just see everything. We just see everything. We just see. اسماعیل هالیوود، لس آنجلس. این هم لس آنجلس از این زاویه. اونجایی که ساختمون بلند هستن بهش میگن داونتاون الی، مرکز شهر لس آنجلس. بعد این ساختمونه تو جی هستش که اسم اصلیش هستش سیتی هال، مثل این که شهرداریه یه همچین چیزی، یه جوری که باشه یعنی خیلی خلاصه که خیلی خفنه. اونورم ساین هالیووده اینجا. خب این بخش هالیوود هم بخشیه که آدمای معروف وقتی اینجا ساخته شده سیمان خیس بوده دستشونو گذاشتن، پاشونو گذاشتن و یادگاری جاشون مونده اینجا و تاریخ هم زدن. اینجا حالا مثلا دانالد داک عروسک معروف با دیزنی کاراکتر معروف دیزنی و ویلیام شناتور. یه گوشه فکر کنم باید ببینیم، انقدر زیاده که آدم گم میشه توش، خیلی زیادم. امریکا نیو استریت هارتس. پول نیومن. My thanks. همه هستن دیگه، مثل اینکه مایکل جکسون هم هستن. همش هست دیگه، از این ور تا اون ور، باز دوباره از این ور تا اون ور، خیلی زیاده. خب اینم مایکل جکسون اسطوره، جای کفشش و جای دستاش. این مثلا که بچهش بودن اما آره اینه چیز هستش. این هم جای پاش همه کوچکتر بودن. آره این هم بازیگره توایلایت و این هم جای دست و پا ویل اسمیت رپر و بازیگر معروف. پاش خیلی گنده بود. من 44م ولی دستشو ببین، ویل اسمیت دستش هم گنده است. ویل اسمیت انشالله نزدیک ببینیم. لالالند فیلم معروف لالالند، هم مرده جای دست و پاشه، هم خانوم اما استون خانوم است
رایان گازلین هم مرده. یکم دستاش هم بزرگتره. آقا چی میخوای دیگه؟ کیانو ریوز، ترنتینو، چی میخوای؟ نولان رو گرفتی. نولان یکم تیره هست اینجا. شیلی کنگو همه هستن دیگه. نیرو بچه ها. جانی دپ. خب بچه ها اینم خیابون معروف هالیوود که ستاره های معروف هالیوود اینجا اسمشون هست، ستاره دارن و هر کدوم مخصوص به کاری که دارن میکنن یعنی کردن یه لوگوی به خصوص دادن. یعنی اینا فیلمساز بودن، سیدنی و فلان و اینا. توماس تولی خیلی هاشو من نمیشناسم، ولی اینجا جاییه که همه آدمای معروف ستاره دارن و فقط یه ایرانی هم هست که اینجا ستاره داره، اونم آقای اندیه. حالت فضای کلی شهر و صفای همیشگی. اینم تئاترشه اینجا، نخلای معروف لس آنجلس. خب آشر رو پیدا کردم. کسایی که میشناسیم از اینجا فکر کنم شروع میشه. آشر رو، اینم پیتبول و کسای معروف. خیابون خیلی بزرگیه. بعد اینم مثلا اینکه یه میوزیک استور خیلی معروفه که افراد معروف میان اینجا فناشون رو میبینن، امضا میکنن، اینجور چیزا. این همون میوزیک استوری که صحبتشو کردیم، همه با میوزیک سانتومات. خب بچه اومدیم این فروشگاهه. اینجاش یه قسمت باحالی که داره، از آرتیستا مختلف اومده عروسک ساخته این شرکت. مثلا نوتوریس بی آی جیه، کارلوس سانتانا، بامزن، اسنوپ داگ، مثلا مایکل جکسون، تی پین، اسنوپ داگ و همه چی داره دیگه. اینجا آلبوم‌های موسیقیش، لباس داره، چه می‌دونم همه چی هست، مثل اینکه دستبند و چه می‌دونم همه چی. باید بگردیم ببینیم چیا داره. اینجا تو آمریکا یکی از پرطرفدارترین چیزا اینجا واینیله یا اون صفحه موسیقی. مثلا چه می‌دونم این پرفروش‌ترین آلبوم جهان بوده دیگه، مایکل جکسون. و حالا سبک بندی داره، هر چیزی بخوای اینجا میتونی در واقع پیدا کنی. هم پوستر موسیقی داره، لباس داره، همه چی داره. نمونه پوستر شب‌تابیه که داره اینجا. سکن باحال هم که موقعش بیشتر برای هیپیاست، انگار راجع به عرب و قارشون می‌کنه. هم حالا اوباما و چه می‌دونم چیزای باحالی داره. اینم همون عروسک‌هایی که نشون دادیم. این پشت واینل و سی دی و ایناش بود. بعد این طرف هم حالا کاست و اینا، نوار کاسته که حالا چیزای قدیمی‌تره، اونایی که حالا کالکشن دارن میان اینجا جمع می‌کنن و حالا همه چی اینجا پیدا می‌کنن. چه دوباره پله می‌خوره میاد طبقه بالا که طبقه بالاش هم مثلا کلی پوستر و حالت چیزای دیگه داره. اینم مجسمه دفت پانک که $4000 جفتش قیمتشه. این در واقع دونه $2000 میفته رو هم دیگه شده. بعد همه چی هم داره دیگه، چون فیلم و لباس و مجله و پوستر و چه میدونم کلاه و همه چی. خب اینم از خیابون هالیوود بولوارد. اینم از ستاره های کف خیابونش. اینجا
دونالد ترامپ هم یه دونه ستاره داره. بعد جالبش اینه که جلوش طرفدارش اومده وسایلش رو میفروشه، تیشرت و کلاه و چیزا برای حمایت ازش. خب اینجا هر چی به سمت مرکز میری معروف‌تر میشه. اینجا الان پینکه، اینم الان ستاره جکی چان. خلاصه که دو طرف خیابون همش ستاره است. بعد ستاره خالی هم داره برای کسایی که حالا در آینده قراره اضافه بشن و اینا. و خلاصه همه اسم میبینید دیگه. حالا خیلی هاشون ما نمیشناسیم. بعد اینایی که حالا شکل صفحه و واینل دارن، موسیقی دانن، اینایی هم که عکس دوربین دارن، تو کار سینما و اینا بودن و خیلی زیاده. بعد دیگه تتو شاپ خیلی اینجا زیاده. بعد چه میدونم معتاد خیلی زیاده، آدم های بی خانومان اینا زیادن. این هم کریستینا آگولرا، ریکی مارتین و دورز هم اینجا. خب اون کیانو ریوز بود که من باش عکس گرفتم. این هم بریتنی اسپیرز، آنتونیو باندراس، بچه هم هستن دیگه. همه رو اینجا پیدا می‌کنید. این هم فارل ویلیامز، الگوی آهنگسازی خودم، آهنگ اپیو ساخته. ماریا کری، همه هستن دیگه. چیزای عجیب غریب اینجا زیاد می‌بینی. یارو با مارشو میده باهاش عکس بگیری. اون خانومم حالت سکسی طوره، پول میده، یعنی پول میدی بغلش میکنی عکس میگیری، همچین چیزایی. کلی کلارکسون. believe it or not. باور میکنی یا نه؟ آره. بچه های حقیقتای جالب واسه میگه. مثلا اون یارو که اون بالاه رکورد گینس داره واسه بلند قدترین آدم جهان. اینا چقدر باله. بیگی و توپاک. آره. رپر ساحل یه موزه است دیگه. اون راست میگه اون بلند قده در اومد. Believe it or not. چه با اون طرف قدش واقعا اومد بود. خب اینم ادامه خیابون هالیوود. اینجا هم یکی از دوستامون هست که چه گازی میده. اینم دوستمون که داره بیت باکس میزنه، کارش خیلی خفنه. این 14 باری خب اینم مغازه دیزنی و وسایل دیزنی میخری. اینم حالت اینم سینما چیه. اینم هارد راک کافه که حالا میخوایم بریم هارد راک کافه ببینیم چی داره، یه حالی بکنیم، با ما همراه باشید. اینم هارد راک کافه، بریم ببینیم چطوره. زیاد مغازه است، حالا خوردنی مردنی هم مثل این که داره. بریم ببینیم چی داره. خب بچه اون لباس فروشیش اون پشت بود، لباس فروشی هارد راک کافه. اینم حالا بارشه و این برام حالت میز داره که حالا غذا و اینجور چیزا سفارش میدی و کلی چیزای یونیک توش داره. یعنی آرتیستای معروف گیتارشون رو گذاشتن، سازشون رو گذاشتن. مثلا اینجا این دوتا خواننده ها لباساشون رو گذاشتن، شما یندل ویزی نشسته. بعد لباس شکیرا است تو این میوزیک ویدیو. لباس شکیرا تو این میوزیک ویدیو کنده انداخته اینجا. بریم این دیگه چیه؟ No problem. خب گیتار کیه؟ دیو ناوارو. گیتارش رو امضا کرده و گذاشته اینجا. یه متن هم نوشته اینجا، پریفرال. گیتارش هم ساین هالیوود داره روش.
باحاله. بعد هر کدومش یه مانیتور هم داره، چیز میز نشون میده. اینم لباس جینا شاک، نمیدونم کی بوده گذاشته اینجا. سوسانا هاف و ویکی پیترسن کفشاشون امضا کردن گذاشتن اینجا. اینم موزیکی که داره اجرا میکنه، رادیو کافه هالیوود. بچه ها امضا کردن و واینل و گیتار کی بوده؟ پاول باترفیلد. هم یارو گیتار چیه؟ عینکشو گذاشته. با ساز زنیشو امضا کرده. موری ویلسون امضا کرده. مگادس رو میشناسیم؟ گیتار مگادس. یه سری کلمه ها هم تو متن سانسور کردم. خیلی آقای بی‌تربیتی بوده اونی که اون نوشته، کلماتش سانسور شده. خب اینجا هم دیو گرول نوازنده درامز نیروانا و فو فایترز اومده. سنچاشون امضا کردن. آره اونم سنچاشو اومده امضا کرده. آره درامش کل بچه‌ها فو فایتر امضا کردن. اونم حالا درام فو فایترز همه بچه‌ها امضا کردن. اینم گیتارشه که امضا کرده. دیو گرول اول توی فو فایتر بود، بعد خودش دیگه جدا شد و یه کار می‌زد. این لباس خود ری چارلزه. ری چارلز یکی از معروف‌ترین پیانیست‌ها و خواننده‌های سبک جاز بوده، یکی از سیاه‌پوست‌های معروف سبک جاز آمریکا که جیمی فاکس که یه بازیگر هالیوودیه، اونم نقششو توی فیلم خود ری که فیلم زندگی ری چارلز بازی کرده که جیمی فاکس هم لباساشو گذاشته اینجا. خیلی باحاله لباساشو گذاشته اینجا. اینم شلوار جیم موریسون از آرتیست‌های د دورز که همین شلواری که اینجا گذاشته شلواریه که تو این عکس باشه. جاست واو. اینم هنرمندی که اینجا داره زنده اجرا میکنه. یه نفره کاری بند داره. هم فرانک زاپا شلوار چرمش تو عکس می‌بینین. خیلی کارش درسته، راک ان رول. خیلی فلسفه و اینا خیلی کارش درسته. پشتش هم آره پشتش هم امضا کرده خودش. آره. اینجا هم لباسای این خانم و آقا بوده. د ماماز اند پاپاس. مامان ها و باباها. این کاور آرت خیلی عجیب غریبه که هیتلر و جیسز و چه میدونم پاپ بزرگ و همه دستمن به دست زنجیر شدن. آدم فضایی‌ها از فضا اومدن و زندانیشون کردن. کاور آرت خیلی عجیب غریبیه. این هم گیتار بچه‌ها کارولینا لایر، مایک هنزیگر. این هم همون دوستمون فرانک زاپاس، پیت یورک، کورن هم امضا کرده اینجا. یکی هم بچه‌ها مایکل جکسون. مایکل جکسون ام جی لباس خودشه؟ نمیدونم. Want more info on our memorable collections. این معلوم نیست چه قضیهش. یکی رو داریم اینجا. Too much is never enough. مال این خانومه بوده انگار. آره همینه، گیتار آبیه دقیقا همینه که داره میزنه. تو هارد راک کافه هم اجرا کرد. گیتار خوشگلیه. یکی رو داریم. شبیه بونجویه یه رو ولی خودش نیست انگار. The Bacon Brothers امضا کرده و خب اینم سالن اصلی اینجا. بعد مال بو دیدلی بوده، این یکی هم مال ون هالن بوده امضا کرده روشو. یکی رو داریم بلاندی بوده. بلاندی خیلی خوبه. اینا تیشرتش بوده. آره تیشرتش هم امضا کرده. خب این کیه؟ اسکیلی. بچه‌ها همه امضا کردن دیگه. کانتری جو
باید خیلی خوب بوده. سانی براون اینا که هم The Beach Boys گیتار و لباس هم دا کرده. این هم کلاه جیمی هندریکس باورم نمیشه. این هم کریم هم خیلی برای راکن رول خیلی خوبه. آره این هم گیتار کریم. این هم جیمی هندریکس. جیمی هندریکس هم دا کرده. تیرکس ایگی پاپ هم خیلی کارشون درست بوده. این دوستم بود. ایگی پاپ گیتارش اینجا کرده اونم خیلی کارش درست بوده. این هم عروسک اسنوپ که خودش اومده امضا کرده. چه باحال، باورم نمیشه امضای اسنوپ داگ بودم من لازم. اسنوپی nothing but a G tank you know yo. این هم MC همر عروسکش. همه هستن اینجا، توپاک و دکتر دریل. حتی امضا نکردم. اسنوپ داگ، دکتر مادرفاکینگ دریل، توپاک شاکور، اسنوپ داگ. جوون بود اینجا. آره اینجا جوونی هست، جوون و جاهل. اینا کیان لباسای Black Eyed Peas. لباساشون گذاشتن اینجا. من بریم عقب. لباسای Black Eyed Peas. سره پوشتن اینا. آره ویلایم بوده، لباسای ویلایم بوده مثلا. هم Black Eyed Peas لباساشون. میشه. بیخیال. لباس مایکل جکسون نکجا بودی. سره باید میرقصه. من دستگیر شست. بیخیال. بلوز شلوارش اینه بخشی کلاهش. اینا رو ندیدم بپوشه. اینا رو دیدی بپوشم سنه؟ این کلاهش اینا دستکشش. این لباس مایکل جکسون. لباس مایکل جکسون آیستی رپرهای معروف لس آنجلس. کمرگیش چی کنده بوده؟ آره MC همر کفشای MC همر. خب اینم یه قصه از درامز متالیکا داره که گوشو پیدا کردم. بعد اینا قصهشون اینجا هم یه سری چیز مثل بیتلزه. تیکت کنسرت بیتلز سال 1965 و 64 بیتلز at هالیوود باول 23 آگست. تاریخش اینه. دوتا هم از واینلاشون کش باکسه. خب اینم لباسا و گیتار گانزن روزز مال اسلش و بر بچه ها. کتشونه، گیتار آکوستیک، شلوارشون. بعد دوباره یه دونه گیتار دیگه هم اینجا داره گانزن روزز. همه بچه ها هستن دیگه اینجا. این هم استودیوی پارامونت معروف که یکی از بزرگترین کمپانی های فیلمسازی هالیووده. واقعا باورم نمیشه.